الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آیات مبارکه‌ای که خدمت شما تلاوت کرده شد از یک موضوع یا عنوان بسیار مهم و با ارزش در جامعه ما، در مجتمع ما و در جایی که زندگی میکنیم، در محیطی که زندگی میکنیم، فهم این آیه و فهم این احکام برای هر مسلمان مؤمن و هر زن مؤمنه لازم و حتمی است که باید بداند. و او موضوع حرام بودنی که از طرف الله سبحانه و تعالی برای بنده هایش به خاطر آرامی، به خاطر آسایش، به خاطر اطمینان قلب، به خاطر آزادی از این قید الله سبحانه و تعالی ایره برای ما فرمان صادر کرده. اون موضوع چی است؟ موضوع رباست و ضرر ربا است برای فرد و برای جماعه. یعنی موضوع ربا یا سود خوردن و سود دادن تنها ضررش برای یک فرد نیست، برای دو فرد نیست، برای یک قوم نیست، بلکه برای جماعات و برای کشورها و برای اقوام و قبایل ضررش میرسه. نه فرد از ضرر ازی خالی و بری است و نه جماعات و بیعات و مجتمع از ضرر ازی بری نیستند. بناءً الله سبحانه و تعالی می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد والله لا يحب كل كفار أثيم. حاضرین محترم، این آیت مبارکه و در مکه معظمه نازل شده است به خاطر که در بین اقوام ها و در بین قبایل بعضی عرب ها در مکه معظمه یا در اطراف مکه معظمه ربا بسیار یک امری مشهور و متعادل بین مردم بود و مردم همیشه مردمایی که سرمایه‌دار بودن، مردمایی که پولدار بودن، توانایی مالی داشتن، در انتظار ازی بود که چی وقت دست یک غریب بند بشوه، محتاج میشوه که من برای زو پول بدم و عوضی پولش با سود بگیرم. همیشه همین متعارف در بینشان بود و متاسفانه در کشور ما و این از عادتهای جاهلی عرب که فعلا در کشور ما از این که مروج‌تر است. هر فردی که دارمند و پولدار می باشه
در کشور ما و شما منتظری است که دست کدام قوم ما، خیش ما، اقارب ما یا اهل منطقه و قریه ما دستش بند میشه که ما برش بتم و عوضش مثلا ربا بگیرم، سود بگیرم. طبعا ربا چیزی است که انواع مختلف داره، انشاءالله در قسمتش ما بیان میکنیم. خود ربا چی معنا؟ ربا چیز رو میگه که زیادت میگه. مثلا 1 درهم میدی، 1 دلار میدی، یا عوضش 2 دلار طلب میکنی. این چیز میگه. اما فرق بین ربا و بیع چی است؟ یک فرق بسیار جزئی داره. چرا که مشرکین وقتی که حرام ربا نازل شد و صراحتا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام به گوش مردم شنواند که ربا حرام است، دیگر ربا نگیرید. و گفتم که در آیت مبارکه صراحتا میگه بیع مثل رباست و ربا مثل بیع است. چی فرق داره دیگه؟ هر دوش فایده میگیری، در هر دوش فایده میگیری. این فرق جزئی را کی میتونه که را تفکیک بکنه، جدا بکنه؟ علمای کرام یک نقطه بسیار مهم در این بیان میکنه. فرق بین ربا و بیع است که ربا که است همیشه مردمای پولدار و سرمایه‌دار استقلال در عربی سوی استفاده کردن میگه از ضرورات حاجات یک فقیر. وقتی که یک فقیر ضرورت پیدا میکنه، محتاج میشه، درمان پیدا میکنه که به کسی به او دستش بگیره کمک بکنه، مردمای غنی از این احتیاجات امو فقیر سوی استفاده میکنه، میگه من برای تو 1000 دلار برات میتونم، مثلا 1 ماه بعد یا 6 ماه بعد 1 سال بعد برای من 2000 دلار میدی. مگر بیع چی رو میگه؟ بیع فقط دفع ضرورات است از دو طرف. کسی که تاجر هم ضرورت خود توسط بیع رفع میکنه، کسی که ضرورت به مال و اموال داره هم ضرورت خود توسط از رفع میکنه. مثلا من گندم ضرورت دارم، من موتر ضرورت دارم، من مثلا آب ضرورت دارم، لباس ضرورت دارم، پول خودم میبرم تا دکان یا کسی که مثلا بضاعه و مال داره، او ضرورت داره که مالش سر من بفروشه تجارت بکنه، من ضرورت دارم که پول خودم بدم مال از اون بگیرم استفاده کنم. یعنی ضرورت هر دو طرف مرفوع میشه و جامعه با آسایی زندگی میکنه. الان ربا چیز رو میگه که زیادت میگه، همیشه چیز زیادت طلب میکنی و این ربا میگه. اما در کدام حالت ربا قرار میگیره؟ آیا در مثلا یک آدم مثلا دو جنس مختلفه، دو شی یا دو بضاعت مختلف تبدیل میکنه به یک دیگرش، مثلا خرما را به گندم به جو به برنج، یا یک میوه و دانه و حبوباتی که است، در این همه چیز ربا نمیشه. باید دو چیزی که جنسش واحد باشه و در او زیادت طلب میکنی، در او ربا میشه. ولو که شی مثلا یک نفر میگه من گندم در وطنای ما و شما که است، مثلا دهقانا میفهمه که فلانی آدم گندم خوب داره، برای حاصل دادن بسیار فایده داره، مثلا حاصل بیشتر میده و اصلاح شده است. این گندم خودم میبره پیش آدم، میگه من 10 سر گندم ضرورت دارم، 10 سر گندم من برات میتونم، 10 سر گندم برای من بدی. الان و آدم میگه که گندم من بسیار خوبش است، اصلاح شده است، مثلا حاصل فراوان میده، من در برابر 1 سر گندم تو، مثلا 1 سر گندم خود، من 1 سر و 1 چهارگ از تو میخواهم. ولو که جنسی از این بالا باشه، جنسی از این پایین باشه، اما دو شیئی که جنسش واحد باشه ربا حرام است، اضافه گرفتن حرام است. اما در برابر جو گندم، خرما و گندم، زردآلو مثلا گندم، این چیزا ربا نیست که جنسش مختلف باشه. نقطه دوم است که سبب نزولش چی است. سبب نزولش علما بیان میکنن که در یک مسئله از این سبب نزولش می است که خطاب برای اهل مکه است. او کی بودن؟ کانوا یرابون فلما اسلموا. اینا یرابون معنای که از یکدیگر خود ربا می گرفتن. فلما اسلموا، وقتی که اسلام آوردن، عند فتح مکه، در فتح مکه، امرهم الله تعالی، امر کرد خداوند تعالی ان یأخذوا رؤوس اموالهم دون الزیاده. وقتی که در زمان در بین عربا
این رواج بود در زمان جهالت. وقتی فتح مکه شد الله سبحانه و تعالی آیت نازل کرد برای از که فقط شما امو رؤوس اموالتان، امو مال اصلیتان، پول اصلیتان از کسایی که قرض گرفته بگیرید، زیادت از اون نگیرید. یکی. دوم قال مقاتل میگه این آیات کریمه، آیات ربا نازل شده بالای 4 نفر. میگه نزلت فی 4 اخوة، بالای 4 برادر نازل شد. 4 برادر کی بود؟ من ثقیف، از قبیله بنی ثقیف بود. او چی میکردن؟ که اون مسعود نام داشت و عبد یا لیل نام داشت و حبیب نام داشت و ربیعه نام داشت. و بنی عمرو ابن عمیر الثقفی در قبیله دوم کی بود؟ در اون نازل شده است کانوا یداینون بنی المغیره، در قوم بنی المغیره اینا قرض میدادن. اما بنی المغیره که بود بسیار فقیر و محتاج بودن و این قبیله که بود بسیار سرمایه‌دار بودن، پول داشتن. همیشه معاملهشان به قرض به اساس ربا بود. وقتی که بنی المغیره از قرض میگرفت، فلما ظهر النبی صلی الله علیه وسلم، وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ظهور پیدا کرد، بعثتش انتشار پیدا کرد، علی الطائف بر طائف اسلم الاخوة، همین 4 برادر هر 4ش مسلمان شد. هدایت خداوند ببین. ثم طالبوا برباهم بنی المغیره، این 4 نفر بعد از اینکه اسلام شدن رفتن از امو قبیله بنی المغیره امو ربایشان را طلب کردن که ما برای شما امو پولی که دادیم امرای رباش ایره برای ما بدیم. فانزل الله تعالی هذه الآیه، خداوند این آیت نازل کرد که شما باید امو رأسی امو اصل پول خود بگیرید، زیادت دیگه نگیرید. وقتی که اسلام آوردی همه چیزی که حرام است بعد از اون نقطه‌ای که تو اسلام آوردی توقف بکن چیزی حرامه. و همچنان در روایت سیوم میگه که نزلت فی العباس، در عباس رضی الله، درباره عباس رضی الله و عثمان ابن عفان رضی الله عنه، درباره عباس و عثمان رضی الله عنه این آیت نازل شده. و چی بود؟ و کان اسلفا فی التمر فلما حضر الجداد قبض بعضا و زاد فی الباقی فنزلت آیه. یعنی وقتی که درباره خرما که تبدیل میکردن، یا خرمای ردی و کمگوری کوالیتی و کیفیتش پایین بود، یکی بالاتر بود، اینا مثلا از خرمای خود از او زیادتر میگرفت، خرمای خود در بدل از او میداد. الله سبحانه و تعالی این آیت نازل کرد که و هذا قول عطاء. روایت رابعه، 4م روایت چی است؟ نزلت فی العباس و خالد ابن ولید رضی الله عنهما و کان یسلفان فی الربا، و این هر دو هم معامله ربا میکردن قبل از اسلام در زمان جهالت. الله سبحانه و تعالی و آیت نازل کرد. الله سبحانه و تعالی در تفسیر آیت می فرماید که الذين يأكلون الربا يأخذون الربا، معنای یأکلون الربا. اینجا آیت شریف میگه که الذين يأكلون الربا، امیر ربا خورده خو نمیشه، گرفته میشه. اما فرق بین از این آیت چرا کلمه یأکلون میگه لا یأخذون، یا الذين یأخذون الربا؟ میگه انسان هر کاری که میکنه به خاطر شکم و به خاطر نفس خود میکنه. هر کاری دنیا را که میکنی، هر نوع تجارت میکنی، هر نوع سودی میگیری، هر نوع معامله میکنی، بالاخره هدف دمیست که من یک لقمه نان زیادتر پیدا کنم، آرام زندگی بکنم. بناهن امی پولی که میگیرن بالاخره اینا غذا میگیرن و میخورن. بناهن الله سبحانه و تعالی میگه که الذین یأکلون الربا، به معنای کسایی که از امیر ربا حاصل میکنه، پول فراوان، مثلا مبلغ فراوان، امکانات فراوان، و از امیر پول مصرف میکنن و میخورن. لا یقومون در روز آخرت، لا یقومون نمیخیزند در روز آخرت از قبرهایشان، مبعوث نمیشه و از قبرهایشان الا
مگر بر میخزن از قبرهایشان در روز حشر، در روز قیامت. کما یقوم الذی، مانند کسانی که یتخبطه الشیطان من المس. یتخبطو معنایی که امیتو مجنونوار، دیوانوار، مثل که یک برق در وجود عزیز زدگی باشه. وقتی که شیطان حرارت بسیار زیاد است، ما بارها گفتیم که شیطان از آتش پیدا شده یا از دود پیدا شده. شیطان گرم است و بسیار داغ است. انسان از خاک پیدا شده، وجود انسان یخ می باشد، طبیعت انسان. وقتی که شیطان انسان را مس میکنه یا لمس میکنه، انسان، وجود انسان حرارت زیاد میشه، مثل که با آتش خود میندازه و این سری اعصاب تاثیر میکنه. انسان چی میکنه؟ مثلا بی‌حس میسازه، انسان مجنون میسازه، عقل انسان دور میکنه. بنان الله سبحانه و تعالی میگه که الذی یتخبط الشیطان، کسی که او را شیطان مس میکنه و او دیوانوار از جای خود برمیخوزه، مثل برگرفتگی وری ایره، اما عقل از ایره زائل میکنه، ایره شاک میکنه، مثلا احساساتش بالا میبره و ایره در اصطلاح مجنونوار میخوزه. مثل چی؟ من المسی، مثل که شیطان ایره مس کرده باشه. ذالک، امی کاری که است، بانهم قالوا انما البیع مثل الربا. به خاطر چی؟ سبب چی است؟ به خاطر که در دنیا اینا اینقدر محبت ربا در قلب‌های ازیا بودن، با وجودی که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه وسلم آمد مثلا آیات و احکام ربا را برشان بیان کرد، حرمت ربا را برشان بیان کرد، مثلا توبیخ و عذابی که الله سبحانه و تعالی نسبت به یک سودخور و سوددهنده بیان کرد، اینا مانع نشدن. وقتی که از دنیا میرود در روز آخرت، مثال از وقتی که مبعوث میشه، از قبر بر میخزن به سوی حشر جمع میشون، وقتی که ناگهانی از قبر میخزن، الله سبحانه و تعالی تشبیه میده حالت سودخواره و حالت سوددهنده را هر دویشه به مانند کسی که شیطان او را مس کرده باشه و مجنون شده باشه، دیوانوار و بی خود از جای خود برمیخزه، یک به حالتی خود نمیفهمه. و چی است؟ به خاطر که در دنیا هر چقدر که پیامبرای بزرگوار اسلام، علما و داعین بر حق اسلام از روزی که این حرام شده تا این روزه و تا روز قیامت این آیات پابرجاست و استوار است و کسی که مانع نمیشه، کسی که از ربا خودم منع نمیکنه، حالتشان مانند دیانمو کسایی هستن که وقتی که روز آخرت برمیخزن، دیوانوار، مجنونوار، بی‌حس و بی‌شعور از جای خود برمیخزن. خودشان متحیره که ما مثلا چی کاری کردیم. من المس، از مس کردن شیطان. و احل الله البیع و حرم الربا. الله سبحانه و تعالی میگفت که انما البیع مثل الربا. بیع مانند رباست، یعنی جواب میداد در برابر پیغمبر خدا صلی الله علیه و در برابر علما و صحابه کرام، حتی تا امروز، تا روز قیامت. کسایی که ایمانشان ضعیف است، عقیدهشان ضعیف است، باورشان نسبت به روز آخرت ضعیف است، از عذاب خدا و جهنم نمیترسن، همه را به حساب عربی سخیف، یعنی سبک میشمارن. بسیار دوستای ما هست که نصیحت بکنی از عذاب خدا بترسانی، میگه خیر از چند روز عذاب تو، خداوند کریم و رحیم است، خداوند بخشاینده است. مگر سوال ما است که اگر خداوند بیشک بخشاینده است، اگر خداوند تو را 1 سال به جهنم بندازه، 10 سال به جهنم بندازه، شاید 100 سال به جهنم بندازه، چرا خداوند قادر و تواناست نسبت به اعمال تو، نسبت به نیت تو، نسبت به اینکه تو در گناه کبیره اصرار کرده ای و دعوت حق هم به گوش چنیده شد، صم بکم فهم لا یرجعون، نه زبان خدا باز کردی، نه گوش خدا، گوش شنوا را باز کردی که حق بشنوی به عمل کنی. خداوند قادر است که رحم بکنه و خداوند قادر است که صدها سال تو رو به دوزخ بیاندازه. مگر سوال ما اینجاست که برای 5 دقیقه امین 1 انگشت تا به آتش میگیرین، تواناییش داری یا نداری؟ وقتی که انسان طاقت 1 ثانیه و 1 دقیقه را تواناییش نداره انسان به آتش خود بندازه، یک ناخون خود در آتش بگیری بگی صبر کو، برای گفته وطن میگه مرد هستی، برای 5 دقیقه صبر کو.
مگر چه خاصایی که و عذابی که دودی از او، ذره دودی از او اگر از آخرت بیرون شود، شرق و غرب دنیا را می سوزاند از حرارتی از او. حتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در یک حدیث مبارک میگه که اگر یک دودی جهنم از شرق بیرون شود، انسان در غرب مغزش به جوش میاد. اینقدر هیبت دارد. و دوم است که ما بارها برادرها گفتیم، کسی که عذاب خدا را نادیده و سبوک بشماره، دلالت به شرکش میکنه، دلالت به کفرش میکنه. و این انسان غرور است در برابر قدرت خدا، این مغرور است در برابر عذاب خدا. انسان باید ایمان بین الخوف و الرجاست. اگر مقدر تو رحمت خدا را آرزو داری، رجا داری و از خداوند میطلبی که خدایا مرا مورود رحمت خود قرار بدی، خدایا مرا مورود بخشش خود قرار بدی که من بنده عاجز و گناهکار هستم. آمدی وقتی که رحمت ما آرزو داریم، از عذاب خدا هم باید بترسیم. این قانون الهی است. قانون الهی معنی که سری هر بشر امتحان است. هر انسان به نزد الله میره و حاضر میشه و سوال و جواب میشه. الله سبحانه و تعالی از این قوانین و سنتی که سر ما وضع کرده پرسان میکنه که ما این چیز بالای شما حرام کردیم، این چیز حرام کردیم، این چیز حرام کردیم، این چیز حلال کردیم، شما چی کردید دیگه؟ ما گفته نمیتونیم که والا مثلا یا کلمه حق به ما نرسیده بود، یا کسی ما را نشنوانده بود، یا ما نادان و جاهل بودیم. حتی در موضوع شریعت نادانی و جاهلی این انسان را مبرا و بری نمیسازه. انسان در حضور الله این دلیل شده نمیتونه که من نمیفهمم. الله سبحانه و تعالی میگه قرآن را شنیده بودی؟ بله. پیغمبر را شنیده بودی؟ بله. احکام الهی به گوش رسیده و شنیده بودی؟ بله. مساجد و منابر علما تبلیغ میکرد؟ بله. چرا خود نفهمیدی؟ چرا نشنیدی صحیح و چرا نفهمیدی خدا و چرا خدا عالم نساخته بدین؟ که از این کل شک بهانه است. کسی که بگه که من نمیفهمم یا نمیدانم، این در اصطلاح کل شک بهانه است. بهانه به حضور الله قبول نمیشود. بناهن الله سبحانه و تعالی میفرماید که و احل الله البیع و حرم، در جواب امو مشرکین و کفارا میگه، و در جواب کسایی که دینشان ضعیف است همیشه بهانه میگیرن. الله سبحانه و تعالی میگه و احل الله البیع، الله سبحانه و تعالی آن سودی که تو از بیع و خرید و فروش و معاملات میکنی الله او را حرام کرده. مثلا ما یک مثلا موتر است یا یک خانه است، برای 10,000 میخرم، وقتی که در ملکیت ما و در تصرف شرعی ما قرار گرفت، من میتونم به $20,000 بفروشم. چرا او حق شرعی ما هست و سرش قیمت میمانم و او حق شرعی یک مشتری است، به رضایت خود میه خرید و فروش میکنه، رضای دو طرف حاصل میشه و او برای ما پول خودم میده، موتر من میگه استفاده میکنه، ولو که از 1,000 10,000 ما فایده میکنه. اما در ربا که است، ما پیشتر گفتیم که در عربی میگه او استغلال است، سوء استفاده است. منتظر هستی که در اصطلاح کی فقیر میشه و کی محتاج میشه که پول خود بتونم در برابرش سود بگیرم. حتی موضوع احتکار که است، انشالله این ازرارش بیان میکنیم که چی ضررها داره. چرا الله سبحانه و تعالی حکمتش چی است که الله ایرا حرام دانسته و حرام کرده بالای ما. الله سبحانه و تعالی میفرماید که حرم الربا. این آیت صریح است. ما و شما گفتیم که آیات محکمات داریم، آیات مثلا متشابهات داریم، آیات مثلا اشارات داریم، اقتضاء النص داریم و آیات مجمل داریم. در این آیت دیگه تحلیل وجود کسی نمیتونه که تحلیل بکنه، نمیتونه که مثلا به تعبیر خود چیزی را بیان بکنه. الله سبحانه و تعالی میفرماید که و احل الله البیع و حرم الربا. الله سبحانه و تعالی آن سودی که تو از بیع میبری الله او را برای تو حلال کرده، آن سودی که تو از ربا میبری و حرام شده برای تو. فمن جاءه موعظه، کسی که قرآن موعظه و پند از قرآن برش رسید، پیغمبر برایش رساند، صحابه رساند، علما رساند، موعظه من ربه، یعنی امی احکام دین حرام خدا برش رسید که امی ربا حرام است. فانتهى فله ما سلف،
میگه این خودم منع کرد. فانتها معنی که از امیر سود گرفتن خودم منع کرد. فانتها معنی منع نفسه، خودم نهی کرد و امر خاتمه داد. فلهو پس برای از او ما سلفه آن چیزی که گذشته بود الله غفور رحیم است. چرا در دوران جهالت هر کار میکرد خداوند او را میبخشه برش. زمان جهالت بود، مگر این روزی توبه کشیده. چی میگن؟ و امره الی الله، آن چیزی که قبل از اسلام کرده امرش به سوی الله برمیگرد. به این معنی که الله قدرت و توانایی را داره که محاسبه میکنه و مؤاخذه میکنه و الله این توانایی را داره که بخشش میکنه و مورد بخشش خود قرار میده. در این جای شک نیست. الحمدلله دین مقدس اسلام دین رحمت است، دین مهربانی است. در زمان جهالت و نادانی انسان هر گناهی را میکنه مگر از روی جهالت، از روی نادانی یا پیش از نزول احکام. مثلا یک آدم در جنگل زندگی میکنه که هیچ برش دین نرسیده، حرام و حلال برش نرسیده، نادان مطلق و جاهل مطلق است، مگر او هر گناه را کرده روزی از روزها الله سبحانه و تعالی راه هدایت برش نشان داده، راه مستقیم برش نشان داده، آمده قطعی مجتمع و اهل دین یک جای شد، مسلمان شد. وقتی که حرام خود را شناخت و خود بالفور انتها کرد، معنی که منع کرد نفس خود از حرام، از سود، از قتل، از دزدی، از هر نوع گناه کبیره و صغیره. الله سبحانه و تعالی کریم و رحیم است، گذشته هایش به سوی الله میگرده و الله سبحانه و تعالی مولود بخشش خود قرار میده. مگر واویلا از او کسی که دین برش میرسه بازم ایره اصرار میکنه برای گناه کبیره و صغیره خود. چرا؟ تا زمانی که انسان از گناه کبیره خود مانع نکنه ایمان انسان کامل نمیشه. علما اینجا فتوا میدن که هرگاه اگر انسان میگه که ایمان ما کامل است، از او پرسان بکن که تو سود میخوری؟ میگه بله. مال مردم غصب کردی؟ بله. مال یتیم میخوری؟ بله. مثلا مال مردم، زمین مردم غصب کردی؟ بله. مثلا گناه کبیره و شراب میخوری؟ بله. ولو که 1000 بار دعوا بکنه که ایمان ما کامل است، وقتی که انسان در حالت فهمش، دانستگیش، با حالتی که ایمان آورده و گناه کبیره را انجام میده، ایمانش کامل نشده و ایمانش ناقص است و این باید دوباره تجدید بکنه در ایمان خود، تصمیم بگیره در کارهای زشت و ناروایی که میکنه باید این هم تجدید نظر بکنه و هم مثلا تعدیل بکنه در کارش، از کار شر اجتناب بکنه به کار خیر. این در اصطلاح علاقه بیشتر پیدا کنه. و امره الی الله. چرا امره الی الله گفته؟ یعنی چیزی که گذشته است این دیگه مربوط الله میشه، انسان نمیتونه که سر از حکم بکنه. اما و من عاد، کسی که دوباره عاده معنای از عاده یعود، دوباره بر میگرده به گناه کبیره خود، به سود خوردن و سود گرفتن خود بر میگرده، فاولئک اصحاب النار. بعضی دوستا همیشه در محافلاشون که بشینه میگه این ملاها همیشه مردم یا به دوزخ مندازه یا به جهنم بهشت مندازه. این در حقیقت برای خود تبریئه میده. یعنی من گناه میکنم، من مثلا مستحق گناه میکنم، هر کاری میکنم، مگر این خدا و امر الی الله، خداوند میدانه که بیادر مرا به دوزخ میبره، مرا به بهشت میبره. اما این را نمیدانه که امر شرعی و احکام قرآن صراحتا است. شریعت این را میگه که اگر یک کسی مثلا شراب میخوره حکمش جهنم است، یک کسی زنا میکنه حکمش جهنم است، تا زمانی که او توبه میکنه. توبه کشید باز انسان حکم کردن نمیتونه، بالخصوص او حق الله که الله او را مستحق یا جهنم میکنه یا مستحق بهشت، او را ما حکم کردن. مثلا یک انسان تا 40 سالگی و 50 سالگی هر گناهی کبیره کرده، مثلا ربا خورده، مگر یک روز خداوند توفیق عمل نیک برش نصیب میکنه، بیخی دیگه به اصطلاح بگم از کار زشت استعفا میده، همیشه 5 وقت نماز میخونه، استغفر الله میگه، توبه میکشه، از خداوند بخشش و پوزش میطلبه. اینجا انسان نمیتونه که با سر از حکم بکنه. چرا ما میگیم که تا آنمون زمانی که این گناه کبیره میکرد مستحق جهنم بود،
اما امروز که توبه میکشن امره الی الله، پس امر از به خدا سپرده شده. اگر خداوند توبهش قبول میکنه مستحق بهشت میشه، اگر خداوند توبهش قبول نمیکنه باز مستحق جهنم. اما در آیت می کسی که وعاده، یعنی دوباره برای اون کار زشت و ربا خوردنش اصرار میکنه، فاولئک اصحاب النار، ایره نه مولای کس در جهنم داخته میتونه، نه قاری انداخته میتونه، نه انجینر و دکتر، یک کس انداخته نمیتونه. اما حکم شرعی است که و من عاده، در مجتمع میبینید که یک آدم سود خورده میره، حج هم میکنه سود میره و تمام کارهای جهاد هم میکنه باز سود میخوره، مثلا در پیش در امامت هم میکنه سود میخوره، ما برش حکم میگیم که و من عاد فاولئک اصحاب النار، این کسایی هستند که صاحبان آتش هستند. صاحبان به این معنا که در اصطلاح مثل که بگه آتش یا خریدن و به آتش رفتن، آتش در ملکیت هست. یعنی خدا مسئله اشترا را مثلا چیز میکنه که آیت شریف که داشتا کسی که تجارت میکنه و تجارتشان خسران است، به این معنا که گناه را اینا میخرن و مستحقی مثل که جهنم میخرن، خودشان به جهنم میندازن. الله سبحانه و تعالی میفرماید که هم فیها خالدون، هم فیها خالدون، امین گروه مردم که هستن، هم ضمیر است به می کسایی که